قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی اصحابه و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان و هدی. سلام علیکم بینندگان و شنوندگان محترم برنامه تفسیر مختصر و مفید. با سومین قسمت تفسیر 98مین سوره قرآن، سوره بینه، در خدمت شما هستیم. در جلسات قبل با آیاتی از این سوره آشنا شدیم. اینک در این برنامه با تفسیر آیات 6 و 7 و 8 در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اما آیه 6 ترجمهش میشه همانا کسانی از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند در آتش دوزخند، در آن جاودانند. آنان بدترین مخلوقاتند. بیشک کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، آنان خود بهترین مخلوقاتند. کلمه بریه یا از بریه به معنای خاک و مراد از آن تمام خاکیان از جمله بشر است، و یا از برعه به معنای خلق است و بریه بر وزن فعیله به معنای مفعوله یعنی مخلوقات است. در روایاتی از شیعه و سنی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی بن ابی طالب فرمودند تو و یاران تو خیر البریه هستید. مشابه این آیه در جای دیگر قرآن چنین آمده است: ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. سوره انفال آیه 22. دلیل بدترین بودن انسان آن است که رسول و کتاب به سراغش آمده و او حقیقت را میفهمد، ولی به خاطر غرور و تکبر لجاجت میکند. کفروا من اهل الکتاب هم شر البریه. پیام هایی که از این آیه استفاده میکنیم: اولا، کسی که اسلام را نپذیرد، خواه مشرک باشد خواه اهل کتاب، کافر است. ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. مطلب بعدی، مطلب دوم، سرنوشت اهل کتاب و مشرکان یکیست: اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم. مطلب سوم، گل سرسبد هستی یعنی انسان به خاطر پشت و پا زدن به منطق و بیانه بدترین مخلوقات می شود، شر البریه. مطلب چهارم، انسان با انتخاب خود جایگاه خود را تعیین می کند، یا شر البریه و جهنمی یا خیر البریه و بهشتی. مطلب پنجم، مقایسه میان کفر و ایمان و پایان کار آنان بهترین نوع روشنگری است. مطلب ششم، رشد یا سقوط دیگر موجودات محدود است، ولی رشد و سقوط انسان بی نهایت است. شر البریه خیر البریه. انسان در اثر ایمان و عمل صالح می تواند حتی از فرشتگان
برتر باشد. مطلب دیگر این که بهترین شدن در گرو ایمان است و بدترین ها اهل کفرند. کلمه هم در ادبیات عرب به معنای انحصار است. اولئک هم شر البریه هم خیر البریه. مطلب هشتم این که ایمان به شرطی ثمر بخش است که همراه با عمل صالح باشد. آمنو و عمل الصالحات. ولی کفر به تنهایی سبب دوزخ است. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آن گروه در نزد پروردگارشان باغهای جاودانه است که زیر آن نهرها جاری است. آنان برای همیشه در بهشت جاودانند. خدا از آنان راضی است و آنان نیز از او راضی. این مقام مخصوص کسی است که از پروردگارش خشیت دارد. خشیت به اون خوفی گفته می شود که بر اساس تعظیم و عظمت باشد. این آیه می فرماید بهشت مخصوص اهل خشیت است. ذالک لمن خشی ربه. در آیه دیگری می فرماید تنها علما اهل خشیت هستند. انما یخشی الله من عباده العلماء. سوره فاطر آیه 28. پس بهشت مخصوص علماست. از طرفی می دانیم که تمام علما و دانشمندان اهل بهشت نیستند، زیرا بسیاری از دوزخیان را کسانی می داند که بعد از علم و آگاهی گمراه شدند. ازله الله علی علم. سوره جاثیه آیه 23. و همچنین تمام بیسوادان دوزخی نیستند. پس نتیجه میگیریم آن علمی که سبب خشیت می شود این علم اصطلاحی نیست، بلکه مراد یک فهم طبیعی و الهی است که سبب نورانیت دل می شود. اما پیام هایی که از این آیه می توانیم برداشت کنیم: بهشت جسم باغ و نهر و بهشت روح رضای خداوند است. جنات عدن رضی الله عنهم. مطلب دوم این که خشیت الهی سرچشمه عمل به دستورات الهی است. مطلب سوم این که جاودانگی بهشت برای مؤمنان قطعی است. کلمات عدن، خالدین و ابدا همه بیانگر قطعی بودن خلود است. جنات عدن خالدین فیها ابدا. در اینجا تفسیر سوره بینه به اتمام رسید. به امید توفیق تفسیر سوره های دیگر همه شما را به خداوند منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.